تله اطاعت باعث میشه همیشه خواسته های دیگران رو به نیازهای خودت ترجیح بدی، حتی اگه به ضررت باشه. این تله حس آزادی و هویت تو میگیره و باعث میشه منفعل بشی یا با خشم و نافرمانی واکنش نشون بدی. ترجیح دادن دیگران به خودت. همیشه سعی میکنی رضایت همه از والدین و همسر تا غریبه ها رو جلب کنی. نیازها و خواسته های خودتو نادیده میگیری و فقط به فکر رضایت دیگرانی. احساس گیر افتادن. حس میکنی تو زندگی تحت فشار و کنترلی و نمیتونی خودتو آزاد کنی. این فشار باعث میشه آرامش و آزادی خودتو از دست بدی. منفعل بودن. بیشتر ناظر زندگیتی تا بازیگرش. به جای حل مشکلات منتظر میمونی تا چیزی عوض بشه و نمیتونی روی اتفاقات زندگی تسلط داشته باشی. اجتناب از تعارض. برای جلب نظر مثبت دیگران از مشاجره دوری میکنی و خودتو کم تعارض نشون میدی. این باعث میشه نتونی جلوی افراد پرتوقع یا خودخواه بایستی. عزت نفس پایین. اطاعت مداوم باعث میشه حس کنی حقت پایمال شده و دیگران بهت ظلم میکنن. این حس عزت نفس تو پایین میاره و احساس بی‌ارزشی میکنی. خشم سرکوب شده. به خاطر نادیده گرفتن نیازهات خشم درونت جمع میشه ولی نمیتونی درست ابرازش کنی. این خشم گاهی با رفتارهای منفعل یا پرخاشگرانه مثل اهمالکاری یا غیبت بروز پیدا میکنه. نافرمانی و سرکشی. بعضی وقتا به جای اطاعت با پرخاشگری یا سرکشی واکنش نشون میدی تا حس ضعف درونی رو جبران کنی. این رفتار باعث میشه دیگران تو رو کنترلگر ببینن ولی در اصل از ترس سلطه دیگرانه. انواع تله زندگی اطاعت. ایثارگری و فرمانبرداری. هر دو نوع باعث میشن نیازهای خودتو نادیده بگیری و تحت کنترل دیگران باشی. ایثارگری اطاعت از روی احساس گناه. حس میکنی مسئول خوشحالی دیگرانی و برای کاهش رنجشون نیازهاتو نادیده میگیری. این کار از بچگی به خاطر شرایط سخت خانوادگی در تو جا افتاده. فرمانبرداری اطاعت از روی ترس. به خاطر ترس از تنبیه یا طرد شدن مجبور میشی از دیگران اطاعت کنی. تو بچگی به خاطر والدین سلطه‌گر یاد گرفتی همیشه تسلیم باشی. نقش خشم در تله اطاعت. خشم در تله اطاعت از نادیده گرفتن نیازهات میاد. این خشم گاهی پنهونه و گاهی با رفتارهای نامناسب یا نافرمانی بروز پیدا میکنه. ولی چون نمیتونی درست ابرازش کنی زندگی تو سخت‌تر میکنه. خشم سرکوب شده. چون نیازهاتو نادیده میگیری خشم درونت جمع میشه. از این خشم آگاه نیستی یا فکر میکنی ابرازش خطرناکه پس سرکوبش میکنی. ابراز نامناسب خشم. گاهی خشم با واکنش‌های نامتناسب مثل داد زدن سر یه موضوع کوچیک یا رفتارهای منفعل پرخاشگرانه مثل تأخیر و بدقولی نشون میدی. نافرمانی به جای اطاعت. برای فرار از حس اطاعت گاهی با پرخاشگری یا سرکشی واکنش نشون میدی. این رفتارها ضعف درونی رو میپوشونه ولی باعث میشه دیگران تو رو کنترلگر ببینن. مشکل با مراجع قدرت. با افراد قدرتمند مثل والدین یا رؤسا مشکل داری و زود عصبانی میشی. هر پیشنهاد یا دستوری رو به عنوان تحکم میبینی و نمیتونی بالغانه برخورد کنی. کنترل افراطی. بعضی وقتا برای جبران حس بی‌قدرتی روی بخش‌هایی از زندگیت مثل غذا خوردن کنترل افراطی داری. این کار راهیه برای نافرمانی در برابر سلطه دیگران. اگه دیدی خیلی از این نشونه ها رو داری نترس. اینا قابل درمانن. مهم اینه که آگاه بشی و قدم برداری.